ایست. پیش از خوراک باید دستهایت را بشویی. شستن دستان پیش از خوراک مهم است. زیرا سبب 80% بیماری‌های سرایتی دستان افلاس است. سبب درد شکم، بیماری‌های روده، گلو، دهان و پیدایش کرم‌ها دستان افلاس می‌باشند. ایست. پس از حاجتخانه حتما دستان را با صابون شستن لازم است. چون که میکروب‌های زیاده به دست می‌چسبند. دست را در دوام 30 ثانیه با صابون شستن لازم است. زیرا تنها کفک صابون می‌تواند میکروب‌ها را از دست تازه کنند. ایست. بعد از مشق‌های جسمانی دست‌هایت را شوی. بعد از مشق‌های جسمانی دستان را شستن بسیار مهم است، ولی در وقت استفاده آب باید گوشک جمک را محکم نماییم. اگر محکم نکنیم تنها برای یک دستشویی تا 10 لیتر آب صرف بشود، در حالی که در جهان هر 4 آدم به آب تازه دسترسی ندارند. هر یک شخص پس از غذای حاجت، پیش از خوردن غذا، بعد از عوض کردن لباس کودک، پس از بازی، پیش از به خانه در آمدن، هنگام عطسه زدن، حتما دستان را با صابون شوید. در یک روز نه کم از 5 مرتبه شستن دستان با صابون در دوام 30 ثانیه با رعایت قاعده های دستشویی می تواند خطر گرفتار شوی و پهنشوی بیماری سرایتی را پیشگیری نماید. در حالت نبودن آب دستان را با محلول آنتیسپتیک یا سرفه‌چی تر تازه کردن لازم می باشد. بیایید ما شستن دستان را به یک عادت همه روزه تبدیل دهیم، زیرا رعایت تازگی این کلید سلامتی می باشد. پیش از خوراک، بعد حاجتخانه، پس از بازی، هر وقتی که دستان افلاس باشند. ایست. دستی تازه کردن